اما افتخار داریم که جناب آقای آرون بدخشی پزشک، پژوهشگر حوزه فلسفه و جامعه شناسی را در برنامه داریم که با ما سخن میگن. فریختگان، دوستان عزیز، خانم ها و آقایان گرامی، شروع کنیم آهسته آهسته. بسیار. ما در کارهای پژوهشی خود در پژوهشکده طاهر بدخشی سال گذشته یک نوع از بازخوانی انتقادی تاریخ قرن گذشته کشور خود را داشتیم و این را مستقیم به خاطر میگم که دوستان ما از تاجیکستان، ایران و از افغانستان همه اینجا خوشبختانه حضور دارن و کم آشناشان. ما در آزنای این پروژه 5 مقاله بلند داشتیم برای بازخوانی تاریخ مدرن کشور نوپیدای با نام افغانستان. این برنامه ختم شد و من شروع کردم 5-6 ماه قبل بعد از آن در مورد کار در حوزه اندریافت و فهم و درک فارسی هندوستانی، یعنی مغیشمل برگردانی، واگردانی، ترجمه شعر فارسی و مخصوصا وقتی ما در مورد خداوندگار بلخ حرف میزنیم، بهترین زیباترین نمونه و نشانه شعر فارسی را امروز یک کم موضوع و مسئله بسازیم با اضافه و افزوده به گپایی که شما در مورد خانم هانم مغیشمل گفتین و ما خود بسیار جالب بود. ما امروز خودم بسیار زیاد در مورد نورجهان پژوهش تحقیق میکنم و در مورد شوهر جهانگیر که چندان آدم نبود، یک 3 بوتل واین میخورد نشه میشد خو میشد. امپراتور صحیح جهان نورجهان بود. در دوران است که 400 سال گذشته، در دوران است که هندوستان دومین قدرت اقتصادی جهان است، دومین قدرت اقتصادی جهان با همه ایسایه ها و او هم به امپراتوری یک خانم. این را به خاطر دارم بگین چون بسیار مهم است در آزنای تاریخ ما که ما همیشه یک دیدگاه عجیب غریب داریم به مسائل تاریخی خود. این اضافه شد و خوشبختانه مسئله مغیشمل ما اومد. از خاطر ما گفتم که بهترین فرصت است کمی در مورد خانم شمل حرف بزنیم. گفتم کمی به خاطر که شما هم گرم شوین شروع کنیم به این فرهنگ جهانگیری را مغول اعظم، یعنی شاه جلال الدین اکبر فاتح جهان امر داده بود و دوران جهانگیر ختم شد. جهانگیری که خانمش نورجهان امپراتور اصلی آن دوران بود و جالبی است که خانم نورجهان خودش یک فامیل ایرانی شیرازی مهاجرت کردن به هندوستان و همزمان یک تحقیل چند سال کم کسی به نام جمال الدین حسین انجو مهاجرت میکنه از شیراز به ایران که این نویسنده همین فرهنگ جهانگیری است. چرا فرهنگ جهانگیری مهم است؟ به خاطر که فرهنگ جهانگیری در فارسی 500 سال گذشته اولین فرهنگی است که کوشش کرده که تنها واژه‌های اصیل فارسی را در این فرهنگ داشته باشه و همه آنچه که ممکن است نداشته باشه. هندوستانی، سندی، پنجابی، عربی، سانسکریت و غیره و غیره. به این خاطر مهم است اهمیت فرهنگ جهانگیری. و چون ما یک فرقه برند پرستان هستیم، گفتیم یک چیز جالب براتون نشان بدم. مثلا کلمه کوداب با استفاده از برنج و گوشت این 400 سال تقریبا قدامت تاریخی داره. برنج پرستانی که کپار مسائل میفهمن، ما خودم بسیار مهم است برسانتر باز نشان بدم. نورجهان جمال الدین حسین هندو را حمایت میکنه برای ختم فرهنگ جهانگیری. این بسیار مهم است برای فهم درک ما که مثلا ما باید بفهمیم که سبک هندی تنها یک سبک شعر نیست، بلکه یک خاستگاه اصیل واژه‌های اصیل فارسی است. یعنی فارسی هندوستانی تنها یک سبک نیست، بلکه یک جهان کاملا جداگانه برای خود است. هر کدام شما که 5 خطه 5 بیت از بیدل خواندین این را حتما درک میکنیم. و طبعا ما امروز مورد مولانا حرف زدن میتونیم بدون از اینکه با موسیقی شروع کنیم. هیچ الटरनेटिव و بدیل دیگر نیست. در دل و جانم
3 موضوع میتونه بسیار مهم باشه برای درک میراث فرهنگی جهان پنداری و فلسفی مولانا. مسئله زبان که امروز به نظرم اینجا و اونجا چیزی گفته خواهد شد. مسئله سپهر ذهنی و عرفان که بسیار ویژه برای تمدن ما است و برای تمدن ما امیدوارم که خواهد بود در آینده هم اگر این مرحله های متفاوت گذار رو بگذاریم. امروز چون موضوع بسیار مشخص است، من کمی درباره برگردانی واگذاری و ترجمه گپ میزنم اضافه به گپایی که آقای مبلغ در مورد خانم انی مغیشمل گفتن. آقای مبلغ هم برای شما تکرار کردن که انی مغیشمل متولد در ایرفورت در ایالت تورینگن آلمان است. 3 مرحله اکادمیک داشت. مرحله اولش بسیار کوتاه در انقره 1954 تا 59 5-6 ساله که کوشش کرد تا اندازی در مورد اسطوره‌های ترکی و تاریخ تمدن عثمانی چیز درس بدهد به زبان ترکی. طبعا دوباره بازگشت و بون به آلمان غربی آن دوران 6 سال اونجا بود و بعد از او باز خوشبختانه چون از لحاظ کار و امکانات کار برایش در بون یعنی در کشور خودش استعدادش بسیار زیاد درست فهمیده نشد، اما همونطور که همیشه بوده هاروارد و آکسفورد همیشه بهترین بحث‌های جهان برای خود میکشن و خانم شمیل هم رفت طرف امریکا در سال 1967 که تا دوران تقاعدی خود 1992 در همانجا باقی ماند. تولد مکتب تا به لیسه در ایرفورت ولایت تورینگن در آلمان شرقی گذاشته و چون همه راه ها به برلین می آیند اجتناب ناپذیرانه طبعا خانم شمیل هم در برلین تحصیل کردن 1939 تا 1941 42 43 تا اندازه زبان، اسلام شناسی و چیزی به نام تاریخ اسطوره ها، تاریخ مذهب ها. یک رشته که رشته رسمی نبود در وقت، اما به هر حال جالبی است که 1943 42 باعث ترجمان در وزارت خارجه مستقر شد برای کار، چون شما یاد دادن است که 1943 اوج جنگ جهانی دوم است و آلمان پلان‌های بسیار مشخصی داشت در مورد جلوگیری از انگلستان و مخصوصا انگلستان و فرانسه در آسیا و آسیای غربی. با خاطر نقش خانم شمیل با 5-6 زبانی که میفهمید بسیار مهم بود. بعد از ختم جنگ 5-6 ماه زندانی شد توسط امریکایی ها، چون که طبعا کارکن یا همکار وزارت خارجه دولت فاشisتی بود طبعا. اما خوشبختانه اونها هم فهمیدن و این را زود از زندان آزاد کردن و خانم شمیل در این دورانی که بعد از 43 تا 46 مصروف کار ترجمانی در وزارت خارجه بود، همزمان کار دکترای دوم خود را کرد یا هابیلیتاسیون، یعنی یک درجه اکادمیک مافوق دکترا است که 1946 در دانشگاه ماربورگ گرفت. چون که همه مسائل و همه را طرف برنج میرون، بدبختانه خوشبختانه یا شوربختانه اجتناب ناپذیر است که حتی قصه مولانا و قصه انی مغیشمل هم یک ارتباط ذهنی معنوی ماورا حساسیتی با برنج دارد. براتون نشان میدم چرا. این آدم عطاالله اوزه درانی از هموطنان ما، متولد ایرات در سال 1898 در دوران امان الله آمد آلمان بر تحصیل، کیمیا تحصیل کرد. همینجا ماند، یک کم اروپا اینجا آنجا سفر کرد، اما بدبختانه امکانات کار زیاد نبود و در دوران با آمدن حضور فاشیسم مجبور مهاجرت شد، اما نه به افغانستان بلکه به امریکا. آقای ارزه درانی در یک لابراتوار کیمیایی کار میکرد، اما همراه پتروشیمی در اول 3-4 سال اول، یعنی پترول و گاز یپام. اما خودش باز به سالهای 1938 39 شروع میکنه با کار پژوهشی بسیار جدی به ارتباط با برنج. ما همراه ابو مسلم مخلصانی یک چند وقت گپ زده بودیم که یک برنجنامه درست نوشته کنیم، به زودی این فرصت رو براتون پیدا کردیم
بهترین راه همی است، یک راه معنوی دور دراز، برنجنامه. آقای ارزه دورانی کار میکنه و با یک تکنیک فن بسیار جالبه، مینوترایسه، یعنی نوع پخته کردن برنج پیش از اینکه به اصطلاح جوش شده شود برای 2-3 دقیقه آماده میکنه. 1942 امریکن فود، کلانترین کمپانی غذایی یا خوراک آن وقت امریکا، یک پارتنر بسیار خوب اردوی امریکا است. اما اردوهایی که جنگ های اینا پیدا تا امروز دارن. با مو خاطر آقای ارزه دورانی میتونه که پتنت خود بفروشه با امریکن فود، که امریکن فود قرارداد کنه با اردوی امریکا. ما در اوج جنگ دوم جهانی هستیم، متوجه باشین، بسیار مهم است. پرل هاربر در آسیای جنوب شرقی اجرا یافته به اسلام و اردوی امریکا یک باره در جنگ جهانی داخل بشه و در آسیا داخل بشه. در آسیا مردم چی میخورن؟ بله، بسیار خوب. آیسا آیسا وضع روشن‌تر میشه و ما میبینیم که ارتباط آقای ارزه دورانی با برنج و با اردو ما را آیسا آیسا طرف مولانا خط کشید. چرا؟ 1964 در نیویورک تایمز یک مقاله بسیار کوچک نرم نشر میشه که آقای ارزه دورانی پول خود به یک شرط به یک دانشگاه کلان مخصوصا هاروارد میتونه بدهد اگر اینا حداقل از 2 شاعر مهم یعنی میرزا غالب که 1864 65 فوت کرده و میر تقی میر 1810، 2 شاعر هندوستانی پارسیگو و پارسی نویس که همزمان اولین شاعرای مهم زبان اردو هستند. هم پارسیگو پارسی نویس بودن. از غالب مثلا 60-70% فارسی است، 30-35% اردو است. میر تقی میر همینطور. یعنی این 2 شروع کننده یک سنت شعری و شاعرانه بسیار مهم در هندوستان برای زبان اردو هستند، اما با زبان اصلی فارسی که قسمت اعظم کارشان هم است. این شرط آقای ارزه دورانی است. اگر هاروارد یک رشته باز میکنه، یک بخش دیپارتمنت، باید کار او 2 نفر ترجمه شود. این آقای غالب دیلوی است که یک بار کوتاه شنیده باشین. شاید یکی از مهمترین تأسیس کنندگان سنت زبانی، شعر، سرایش و همچنان نثر و غزلگویی در هندوستان کلان که باز آل هند و پاکستان شده، 2 کشور متفاوت. شما هیچ قوالی و هیچ غزلخوانی امروز در پاکستان، در کجای پنجاب هندی و پاکستانی نخواهید دید بدون از اینکه از غالب چیز خوانده شود. یعنی تا امروز بعد از 200 سال میرزا غالب یا میرزا اسدالله بیگ خان یک عنصر باسواد و استوار شعرخوانی و غزلدانی مردم در هندوستان هستند. در هندوستانی که این رابطه عجیب و غریبی با زبان فارسی را دارن. علی مغشم 1967 وقتی که هاروارد پیشنهاد آقای ارزه دورانی را قبول میکنه، علی مغشم دعوت میشه باعث اولین پروفسور در سکوی هندو مسلم کالچر. رشته است که دیپارتمنت جدا نبود، اما جز یک فاکولته از اسلام شناسی و شرق شناسی دانشگاه هاروارد بود که اونجا آهسته آهسته به کار شروع میکنم. آقای مبغلق گفتم که خانم شیمل حداقل این زبان‌ها را میفهمید. دایچ طبعا زبان مادریش، انگلیسی خود زبان درسی و زبان آموزشیش، فرانسوی صنف 4-5 مکتب یاد گرفته بود در ایرفورت. من تعجب کردم در ایرفورت 2 وقت مردم فرانسوی یاد میگرفتن. و بسیار جالب که زبان عربی را به سن 15-16 سالگی میآموزند و اولین بار شروع میکنند افسانه خواندن و شعر خواندن به زبان عربی. یعنی عشق اول علی مغشم عربی است. قابل فهم است. اگر ما سنت 1400-1500 سال شعر و سرایش حکایتگویی و شعر عربی را ببینیم، کاملا قابل فهم. ترکی می آموزد، فارسی، اردو، کمی پشتو هم آموخته و چند شعر هم ترجمه کرده و مسائل آفاقی دیگه که شاید مهم باشه. من 1-2 نمونه خط از برشان نشان میدم که بسیار جالب به خاطر است که زبان ترکی است. علی مغشم زبان ترکی را به خط عربی نوشت. در دورانی که از 1923 و 24 به بعد در ترکیه، جمهوری ترکیه، خط عربی فارسی دیگر رایج نبود
و تبدیل شده بود به خط لاتینی. ان مقاشیمل در سال 50 و 60 و 70 هنوز هم با خط عربی ترکی نوشته میکنن. این خطش از به یک دوست ترکیش که به نظر من بسیار جالب است دیدن خود خطش هم، با وجودی که کیفیت بیم بسیار خوب نیست، اما به نظر من کم عطس زده میتونن که چی میکنن. یک نقطه مثال دیگه است، جمله خطش هم خط به اصطلاح زبان ترکی است با خط عربی. خانم ان مقاشیمل بعد از او اولین سفر خود در سال 1958 میلادی به پاکستان میکنه، چون در دوران است که ترکیه درس میده و کانتکت یا تماس اولش با فرهنگ پاکستان، مخصوصا فرهنگ سند و پنجاب، در سال 1958 شروع میشه و تا آخر عمرش 2003 دوام مییابد. به نظرم هیچ سال نبود که ان مقاشیمل یک بار به پاکستان سفر نکنم. یعنی فهم درکی که آقای مبلغ برای ما کوشش کرد کم شرح بده، یک عشق ژرف عمیق به فرهنگ همین جانشهر پارسیه که طبعا اضافه شد با اردو، با سانسکریت، با سندی و زبانهای دیگه، تا کم گفتم که کم پشتو هم آموخت و چند شعر ترجمه کرده و کم بلوچی هم. یک استعداد عجیب و غریب از سن 14-15 ساله شروع شده. این خیابان کلان از در لاهور به نام ان مقاشیمل، یگانه چیزی که من تعجب میکنم که در اردو ان مغیره این میری نوشته میکنن. شاید کنم کسی همطور خلط کرده شما مثل پاسپورت های ما و شما نامای ما درست نوشته نمیشه یا ما مترم اردو یا خوانده نمیتونه. اوکی اون خلاص این اردو کس میفهم مشکل ما حل شد. صفحه دیگه در این دوران 1967 تا 1992 در این چند دهه‌ای که ان مقاشیمل درس میده در هاروارد تقریبا 500 مقاله و جستار و رساله نوشته. این مسئله کمیت تنها نیست، شما اگر باز پسانتر آهسته آهسته ببینیم که کیفیت درونی و محتوای نوشته های ان مقاشیمل واقعا یکتا است. در پاکستان خود شخص ان مقاشیمل اهمیت بی انتهای داره، خوشبختانه. حداقل در ایران در سالهای کاملا ناآشنا بود، اما آهسته آهسته بعد از 1985 95 در ایران آهسته آهسته زیادتر سفر میکنه به ایران. هم به نظرم یک دو بار افغانستان رفته، اما ما این چیزهای تاریخی رو به از اون متوجه نمیشیم. 150 کتاب و مجموعه نوشتارها و قابل توجه است که تقریبا 40 اثر تنها بعض از مرحله تقاعدش نشده شد، یعنی بعد از 1992. از دیدگاه من برای فهم درست میراث فرهنگی و تمدنی جانشهر پارسی باید ما کم مثلا یک نظم روشمندانه داخل کنیم. از دیدگاه من 5 مؤلفه مهم است برای فهم درک این موضوع. زبان طبعا، چون زبان تنها وسیله ارتباط و تفاهم نیست، زیادتر از همه این چیز است. مسئله ادب فارسی که یک پدیده تمدنی یکتا است در همه جهان. این را بسیار با آرامی برای شما میگم، به همه کسانی که از افغانستان و تاجیکستان و ایران اینجا هستند. این ادب فارسی ما همه این حوزه تمدنی رو در بر میگیره، چیز یکتایی است. به نظر من یک دو مثال که شاید ژاپن باشه که چیز شبیه داره از لحاظ دیدگاه تمدنی با ادب فارسی. هنر، نقش هنر و نه تنها زیبانویسی و موسیقی که ما امیدوار هستیم به زودی بشنویم و ازش لذت ببریم، نقش بسیار مهم بازی میکنه. یعنی نه در تفاوت گذاشتن با تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگه، بلکه برای ویژه ساختن و توجه خاص به این 5 مؤلفه‌ای که از دیدگاه ما نقش مهم بازی میکنه برای فهم و درک جهانشهر پارسی و تمدن پارسی. زیباشناسی تمدنی ما، زیباشناسی فرهنگی ما، فکر میکنم یک موضوع مهم است که ما بسیار جدی نمیگیریم. حداقل در شمال هندوستان در 200 سال گذشته، در پاکستان مدرن 1948 به بعد و در 20-25 سال گذشته در ایران هم دوستان میفهمند که نقش تئوری های زیباشناسی خوشبختانه آهسته آهسته پربارتر می شود. یعنی ما آهسته آهسته اهمیت و مهم بودن
تئوری زیباشناسی را اساس داریم میفهمیم. دوام خواهد کرد. اروپا هم 200 سال نیاز داشت برای یک تئوری زیباشناسی، یعنی استتیک تئوری که حداقل 200 سال ضرورت داشت برای پخته شدن و پربار شدن. ما 20-25-30 سال است در این حوزه تمدنی که شروع میکنیم که اساس بفهمیم که وقتی ما به یک دیوار کاشی مینگریم اصلا چی میبینیم. یعنی یک کم دورتر از مسائل ذوق و سلیقه روزمره، بلکه در عرصه تئوری و تئوری سازی. و طبعا مسئله جهانبینی مسئله بسیار کن است. جهانبینی هم مذهب است، هم باور است، اما آنچه است که مذهب و باور نیست، بیرون از مسائل مذهبی و باوری، یک مسئله ولت انشاونگ واژه‌ای است که طبعا خواستگاه آلمانی داره، جهانبینی یا جهان دیدن اصلا معنا میدهد. این مسئله است که فکر میکنم از دیدگاه ما برای درک و فهمیدن اهمیت تاریخی و ویژه جهان شهر پرسی بسیار مهم خواهد بود. ما تنها یک قسمتی بسیار کمه از کتابای انیمه شیمل برای شما نشان میدم، به خاطر که مال فرصت تحلیل و تجزیه ژرف و پهن کارهایش نداریم، و حداقل که شما انگیزه بگیرید برای خودپژوهش، به اصطلاح برای زلفشتودیوم، که خودتان اگر علاقه پیدا کردید کمی ببینید که چی ناشنا میشن. چیزایی که بسیار مهم است از دیدگاه ما، مثلا در حوزه زیباشناسی نقش کالیگرافی است. آقای مبلغ هم گفتن امیره، ما خود ما بسیار زیاد در این مورد حرف میزنیم، اما انیمه شیمل کوشش کرد که یک پایه و اساس تئوریتیکی برای زیبانویسی فارسی و عربی بدهد. هم عربی و هم فارسی، طبعا او تنها ویژه برای فارسی نبود. یا مثلا یک چیز بسیار مهمه که برای شعر فارسی است و در 20 سال گذشته در ایران، افغانستان و قسمت‌های از تاجیکستان و هندوستان شمالی توجه زیاد نشده، نقش تصویرها در شعر است. two colored brocade، یعنی یک زرباف دو رنگه. زرباف نوع یک قصه، یک تکه بسیار ابریشمی ظریفی است که برای وقت باز تارهایش همراه زر، یعنی از طلا هم داشت، یعنی از قیمتترین تکه های آن دوران، در دوران مغولان مخصوصا. و این زرباف دو رنگه یک شرح از توانایی زبان پارسی مخصوصا در غزل بر تصویر سازی. شاعرانی که اینجا هستن، من خواهش میکنم که گپای مرا بسیار جدی نگیرین، بخاطر که با شروع میکنین انتقاد وقتش نیست. اما باز بار دیگه یک چیز دیگه که بسیار برای شما جالب است، کسان که آلمانی میخوانن، آقای مبلغ هم گفتن ich bin Wind und du bist Feuer و زبان آلمانی، من بادم و تو آتش، که میتونه بسیار کار مهم شود. صفحه بعدی. در این کتاب زربافت دورنگه انیمه شیمل 3-4 موضوع بسیار ساده را تشریح میکنه که شاید شما فکر کنید که خوی چیزا رو ما همش در مکتب خوندیم، مهم نیست، همش هم میدانیم. مثلا میخوایم بگیم که توجه انیمه شیمل تنها در ترجمه شعر مولانا، شعر صوفیان ترکی، صوفیان هندی و شاعرای دیگه تنها نبود، بلکه در ترجمه کوشش میکرد که همیشه یک مؤلفه مهم از تئوری هم داخل کنه. مثلا در این کتاب زرباف دورنگه مغشیمل کوشش میکنه که کم خاصیت‌های ویژه شعر فارسی را آنگونه که خودش فهمیده کوشش کنه که تاندازی تشریح کنه. برای بعضی از شما این چیزی کاملا بسیار طبیعی است، شاید صنف 5 مدرسه و مکتب خونده باشین. مثلا میخوایم نشان بدم کوتاه که مثلا انیمه شیمل فکر میکنه که شعر فارسی میتونه چیزی باشه مثل یک بلاور، مثل یک کریستال، که کوشش میتونه که نور را، یعنی نیروی نگاره سازی، یعنی تصویر سازی را با رنگ های گوناگون بنماید و نمایانگر تنش های واقعیت و ورای واقعیت، حسیات و ورای حسیات، زمین و آسمان باشد. این خودش جمله بسیار شاعرانه است. مثلا میخواستیم کوتاه براتون نشان بدم یک دفعه کوچک در نوشته های انیمه شیمل، مخصوصا وقتی کوشش میکنه تئوری ادبیات در رابطه با شعر فارسی را کوشش کنه که جمع آوری کنم. مثال دومش مثلا مقایسه
سرایش فارسی با فرش و با قالین است. یک قالین بخارایی است که کوشش میکنه خاصیت‌های یک غزل تا اندازه که امکان داره با مسائل بسیار مادی زندگی روزمره با مقایسه کنم. رنگ کاشی ها همان گونه گفتم یک مسئله در ارتباط با شعر است، اما ما میتونیم همزمان طبعا یک دیدگاه زیباشناسانه با این داشته باشیم. از کتاب‌های مهم دیگه یک کتاب است به نام فریدریش روکرت. فریدریش روکرت اولین شرقشناس آلمانی زبان از نیمه اول قرن 19 است که گلستان و بوستان سعدی را ترجمه کرده بعد از یک قسمت از شاهنامه را. فریدریش روکرت به اصطلاح برای خود انیمق شیمل استاد معنویش است و برای سپهر زبان آلمانی هم فریدریش روکرت بسیار مهم بود، مخصوصا در مرحله بسیار کوتاهی پیش از اینکه گوته östlich westliche دیوان نوشته کنه که طبعا östlich westliche دیوان گوته بعد یک مجموعه اشعار مهمترین کار در ارتباط با شعر فارسی و تمدن جهان شهر فارسی است که با گوته شروع میشه. اما بدون فریدریش روکرت گوته اصلا ممکن نبود. گوته طبعا با ارتباط با حافظ نوشته بسیار زیاد، چون عشق علاقه گوته به حافظ زیادتر بود از روکرت کرده، اما بدون روکرت امکان نداشت و برای انیمق شیمل استادش بود. یک کتاب بسیار مهم دیگر در مورد کربلا و امام حسین است. یعنی انیمق شیمل نه تنها مسائل شعر و شاعری و ادبیات، یعنی دیدگاه هنر، زیباشناسی، ادب و زبان توجه کنه، بلکه همزمان مسائلی که با جهان بینی و مذهب و معنویت سر کار داشته که همین هم برای درک و فهم به نظرم بسیار مهم خواهد بود. ادامه بدین. این کتاب است که در پاکستان چاپ شده. مسئله علامه اقبال باید بگیم، چون عشق خاص و ویژه انیمق شیمل به علامه اقبال بود و دلیل سفرهای متداویشان به پاکستان همین بود. ایران من نمیخوام شما را خسته بسازم بسیار زیاد، اما شما یک تصور به نظر پیدا میکنید از سیاسته که 150 کتاب چی معنا میده. در فارسی هم بسیار زیاد ترجمه شده. خوشبختانه در 15 سال 20 سال گذشته تا اندازه در حوزه‌های متفاوته، از شکوه شمس تا تصوف، تو آتش من بادم و ابعاد عرفانی اسلام و غیره و غیره. یعنی کاری که انیمق شیمل باعث یک شرق شناسی و فارسی شناسی ویژه کرده، خوشبختانه آهسته آهسته پژوهش که پیدا کرده در حوزه تمدنی ما و کار علمیش هم داره آهسته آهسته ترجمه میشن. یک کتاب تاریخی خوب نوشته، اگر کسایی که علاقه دارن به این مورد، چونی موضوع کار ما است در قلمرو خانان مغول، یعنی دوران مغولی تیموری های گرگانی که بسیار مهم خود بود برای فهم. انیمق شیمل فی مافی مولانا را تا اندازی کلمه به کلمه ترجمه کرده به نام فون علم و فون علم، از همه چیز و از یک چیز. یک نوع از ترجمه فی مافی از مولانا است. در آلمان خود انیمق شیمل یک روزنامه بسیار مهم تقریبا 15 سال 20 سال مثلا تأسیس کرد و ادامه کرد به کار به نام فکرون و فن به زبان عربی، مخصوصا بعضی وقت چیز با اردو یا فارسی هم ترجمه میشد یا چاپ میشد، اما زیادتر تمرکزش به زبان عربی بود. این در آلمان چاپ میشد. من نمی‌فهمم که چقدر شما با زبان آلمانی رابطه 3 4 5 6 نفر میبینم که رابطه تا اندازه طبیعی با زبان آلمانی دارن، اما من فکر میکنم که یک بار خوب است که آدم یک تصور پیدا کنه از این که انیمق شیمل وقت مولانا را ترجمه کرد با چی نوع با چی شد. وقتی که آدم هم شعر فارسیش بخونه و هم شعر آلمانیش، آدم حس میکنه که تا اندازه زیاد انیمق شیمل شعر مولانا را بسیار زیاد آزاد ترجمه کرده. یک ترجمه کلمه به کلمه، واژه به واژه، جمله به جمله نیست، حتی بیت به بیت ترجمه نشده، بلکه آدم اگر درست بخونه، مخصوصا متن آلمانیش، آدم متوجه میشن که خود انیمق شیمل یک شاعر کاملا
پخته است، خودش یک شاعر پخته است که کوشش کرده اینجا و آنجا، علامه اقبال، مولانا، حافظ، کم شاهنامه و کم اینجا و آنجا چیزی را برگردانی کنم. اصلا آدم اگر درست بخونه کاملا شعر آزاد از خودش است، یعنی یک حس بسیار عجیب و غریبی داره. و زبان آلمانی که برای کسانی که آلمانی میخوانن بسیار جالبی خواهد بود که این زبان آلمانی دوران خودش نیست، این زبان آلمانی دوران فریدریش رکرت است، یا یک چیزی است که با گوته رابطی بسیار نزدیکی داره، یک نوع از سبک و استیل سرایش گوته‌ای با اصطلاح که انیمه شمل با اصطلاح پرورش میده و به یک نوع ادامه میده و شکل میده. این یک تفاوت بسیار مهم است در ارتباط با سبک شعرش که هیچ چیزی از زبان مدرن آلمانی نداره. و همانطور مثالهای دیگه، یعنی شما ببینید که تقریبا یک قسمت زیاده از شعرهایی که انیمه شمل ترجمه کرده تا اندازه با ذوق و سلیقه زیباشناسانه خودش سر کار داشته و نه با یک سیستماتیک یا نظمی که با مثنوی معنوی یا کلیات شمس سر کار داشته. خودش با ذوق خود شعر کشیده به اسلام و کوشش کرده که با یک نوع بسیار عجیب و غریبی این کسان که آلمانی میبینن که زبان قرن 19 است، یعنی از زمان خودش از قرن 20 زبان آلمانیش کاملا دور است و یک مسافت دارد. عاشقی و خند تو جان شکر خواه ماست، سایه زلفین تو در دو جهان جای ماست. از قد و بالای اوست عشق که بالا گرفت، آن که بشد غرق عشق قامت و بالای ماست. از سبب هجر اوست شب که سیاه پوش گشت، توی دود شب ذاتش سودای ماست. نیست من باورت این سخن از شب بپرس، تا بدهد شرح آن که فتنه فردای ماست. آهسته آهسته به ختم سخنگویی میرسیم. این عکس از آرامگاه حضرت مولانا در کنیه است.
معلومات بسیار کوتاه و خلاصه برای کسانی که واقعا علاقه دارند به این مسائل. در اروپا یک پروژه بسیار کلان علمی بسیار جدی تا اندازه جدی وجود داره با محوریت در 3 مرکز پژوهشی در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان. آلمان بدبختانه هیچ کس، چون آلمان به ادبیات علاقه زیاد نداره، مخصوص کارهای خیریه و مشاورات گپا هستن. اما این یک پروژه بسیار جدی است برای کسانی که علاقه دارن برای پروژه هندوستان فارسی یا فارسی هندوستانی که تا اندازه قابل فهم باشه. دیده نمیشود دختران براتون میگم تاریخ 10 دسامبر در مرسی نشست آینده است. بدبختانه کال فور پیپر خلاص شده. ما هم یک ورقه نوشته کردیم، یک مقاله ببینیم که قبول میشیم نمیشیم. اما به هر حال هر کس که علاقه داره به رفتن به فارسی هندوستانی، به بازخوانی انتقادی تمدن فارسی در هندوستان و به بیدل، مخصوصا برای بیدل دوستان، این به نظرم پروژه بسیار جالب خود بود. یک معلومات دوم، این فستیوال فرهنگ و تمدن اردو که سال یک بار حداقل برگزار میشه، این به نظرم جشنواره 12ام خواهد بود در دهلی در 6-7 دسامبر. 3-4 روز 5-6-7 هزار نفر ساعت ها مشاوره میشن. فکر کنین 5000 نفر مشاوره 10 نفر شاعر 5-6 ساعت میشنون. اینه میگن عشق به سرایش و به شعر. تنها میخواستیم بگیم که اگر کسی تصادفاً اون دوران طرف دهلی رفت، بهترین جای از بریدن. من خب با احتمال زیاد خواهد رفتم، نواب و مسلم اینا هم دیگه همراه ما به نظرم همراه شوین، بهترین وقت چانس خواهد بود. و معلومات آخر، یک چیز بسیار جالب است که در خوشبختانه در ایران در 20-25-30 سال گذشته توجه بسیار خاص برای بیدل شناسی پیدا شده. ایران در 100 سال گذشته بیدل کاملا انکار کرد، کاملا با 1-2 استثنایی، اما در 20-25 سال گذشته یک توجه خاص دوباره برای بیدل شناسی و پژوهش بیدل پیدا شده. ما می‌دانیم که در افغانستان یک سنت قدیمی وجود داره. پدر خودم 70 سال پیش اولین مقاله را در مورد بیدل در مکتب بی بی صنف 12 در آرس بیدل اجرا کرده بود که بعداً در مجله آریانا در سال 1333 نشر شد. این یک از خوشبختانه 2 سال پیش اصلیش پیدا کرده بود، دوباره بازنویسی کرد و پس دوباره نشر کرد. خوشبختانه امروز بیدل شناسی و تلاش برای فهم و درک میراث تمدنی جهانشهر پارسی در هندوستان نقش بسیار ویژه‌ای حتی در تاجیکستان و افغانستان که امروز همین لحظه هیچ چیز نمیشه، اما حداقل اگر شما متوجه باشید در کابل یک آرس بیدل وجود داره که هنوز کار میکنن. بله، تاجیکستان بسیار فعال است. صدرالدین عینی 80 سال پیش در مورد بیدل نوشته. 80 سال پیش وقت در افغانستان هم کسی بیدل نمیشناخت. یعنی مردمان شمال قاره شبه قاره هند توجه خاص به این بیدل داشتن و ادعایی که طاهر بدخشی در سال 1333 داشت چیزی بسیار کلان بود اما با مشکل ساز. عنوان مقاله است بیدل از افغانستان است. شما حدس می‌زنید که مقاله مشکلات بسیار زیاد دارد. این کاملا ساده است. بیدل از بلاس و بدخشان است. این از پدر نسل از این خاطر این ادعا شروع شد و این مبارزه بسیار عجیب و غریب بین بیدل شناسان تا امروز دوام داره. و خوشبختانه اگر امکان داشته باشه در تاریخ 8 نوامبر در تاریخ همین سال در تهران عرس بیدل انجام خواهد شد با یک نشست علمی که 70-80 نفر از همه جهان یک جا خواهد شدن. ببینید که مبارزه رو دوام خواهد دادیم یا نه. به نظر همین کافی است با همین قدر معلومات بسیار کوتاه و خلاصه در مورد این مقایسه.